وزارت مالیه آمریکا روز 28 ایول فاروق فیض ملقب با فاروق شامی، یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را با اتهام کمک به سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه‌های تندرو در سوریه بر روی خط سیاه وارد کرده تحت تحریمات قرار داده است. نام فیض قبلا در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان نیز درج شده بود. به اطلاع مقامات امریکا، فاروق فیض در سوریه بوده در هیئت سازمان‌های تندرو هیئت تحریر الشام و به القاعده یاری مالی و تکنیکی میکند. فیض شبکه‌های اجتماعی را برای نشر تبلیغات، جلب اعضای نو و جمع‌آوری خیریات برای سازمان هیئت تحریر الشام استفاده میکند. اینچنین مبلغ‌های خود را برای خریدن تجهیزات از جمله موتورسیکل‌ها به این سازمان صرف نموده است. گفته شده است در گزارش مقامات امریکایی. رادیوی آزادی میگوید فاروق فیض زاده شهر اصفهان ولایت سوخت بوده سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اصفهان به رادیوی آزادی گفت هنوز سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کودکس جنایی یعنی زرخریدی و شرکت در جنگ‌های مسلحانه در کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این ماده در تاجیکستان همچون جزا از 5 تا 20 سال زندان را پیش بینی می‌کند. بر اساس اطلاع دریافتی ما حالا او در ادلب قرار دارد و با خانواده‌اش در تماس است. تلاش‌های ما برای برگردانیدن نتیجه نداد، گفته است صحبت آزادی. فاروق فیض در شبکه‌های اجتماعی فعال بوده از صحنه‌های جنگ و خرابی در ادلب سوریه اساساً به زبان روسی نوار نشر می‌کند. او در یک پیام خطی به رادیوی آزادی خود را ژورنالیست و بلاگر نامید. وی تصدیق کرد که در هیئت تحریر الشام قرار دارد، اما گفت با القاعده رابطه ندارد. نام فاروق شامی ماه مارس سال 2021 در مطبوعات فرانسه در رابطه با قتل ساموئل پیتی، آموزگاری که از جانب عبدالله انزاروف یک جوان چچن کشته شد رسانه‌ای شد. نشریه فرانسوی پاریزین نوشت که انزاروف پس از کشتن ساموئل پیتی، آموزگار تاریخ که به خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان میداد، به فاروق شامی نام شخص توسط اینستاگرام پیام فرستاده است. وزارت مالیه آمریکا 3 سال پیش برای معلوماتی که به بازداشت پالکوونیک گلمراد علیموف فرمانده سابق امور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که بعد فرارش به سوریه و عراق در صف داعش تا به مقام وزیر جنگ رسید 3 میلیون دلار جایزه وعده کرده بود. به حساب مقامات تاجیکستان در سالهای آخر بیش از 2000 نفر از ساکنان تاجیکستان برخی خانه‌خیز با اهل عائله‌شان به سوریه و عراق رفته به صف سازمان‌های تندرو و تروریستی چون داعش پیوستند.